سرخط خبرهای مهم: افتتاح حجره‌های مخصوص برای قربانیان خشونت. در ازبکستان از پیشگیری قاچاق مخدرات از تاجیکستان خبر دادند. بازداشت و پرونده طبیب تاجیک پس از مرگ بیمارش. سلام بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز چهارشنبه 7 ینور در مؤسسه طبی تاجیکستان 15 حجره مخصوص دستگیری برای جبرانیدگان زورآوری به فعالیت آغاز کردند. این حجره ها دسترسی به کمک طبی و روانی اجتماعی را تامین می‌نمایند. سامانه رسمی سازمان ملل متحد در این باره خبر داده نوشته است که این لایحه در دایره تشبث جهانی شعاع نور عملی شده در همکاری با وزارت تندرستی تاجیکستان عملی می‌گردد. در دایره لایحه زیاده از 90 آموزگار و 300 کارمند ساحه طب آموزش گرفتند. این تشبث سال 2017 از جانب سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا راه اندازی گردیده بزرگترین برنامه جهانی در سمت ریشه‌کن نمودن همه گونه شکل‌های زورآوری نسبت به زنان و دختران و پیشبرد برابری گندری به شمار می‌رود. خشونت در عائله در تاجیکستان که اکثرا نسبت به زنان صورت می‌گیرد به گفته حامیان حقوق یک کار معمولی است. در 6 ماه سال 2025 قریب 1800 نفر از زورآوری در عائله به کمیته زنان مراجعت کردند. مقامات ازبکستان از مصادره 32 کیلوگرم مواد مخدر خبر دادند. به گفته آنها این مخدرات از قلمرو تاجیکستان به آن کشور وارد کرده شده است. با اطلاع خدمات امنیتی دولتی ازبکستان در رابطه با این حادثه پرونده های جنایی آغاز شدند. معین گردیده است که مواد مخدر با مبلغ 34,000 دلار آمریکایی خریداری شده است. در جریان چرابینی‌های من بعد فروشنده احتمالی مواد مخدر ساکن محلی و همدست او شهروند تاجیکستان بازداشت کردند. نظر بازداشت شده‌ها و مقامات تاجیک به این قضیه دسترس نیست. کمیته تفتیشاتی روسیه از آغاز پرونده جنایی نسبت به یک زاده 26 ساله تاجیکستان خبر داد. از دستگیر شده شویرا نرزولوی و نام برده شده نسبت به او با ماده 109 قسم 2 کدکس جنایتی روسیه، یعنی از بی احتیاطی به مرگ رساندن، پرونده آغاز کردند. او برای انجام دادن جراحی متهم دانسته می شود که باعث مرگ بلاگر روس یولیا برتسوا گردیده است. بلاگر 38 ساله هنگام گذراندن عملیات کسمتولوژی به بیمارخانه خصوصی الماس در شهر مسکو مراجعت کرده است. هنگام جراحی یولیا به شوک آنافیلاکتیک دچار شده است. با نوشته تلگرام کانال ماش شویرا نرزولوی و همچون کارمندی رسمی کلینیکای الماس در قید نبوده است. او تنها یک اتاق کاری را در بیمارخانه به اجاره گرفته در همان جا یولیا برتسوا را جراحی کرده است. در صورت اثبات شدن گناه با نرزولوی و جزا تا 3 سال محرومیت از آزادی تهدید می‌کند. بلاگر روس یولیا برتسوا در صحیفه‌اش درباره زندگی خود در ایتالیا که آنجا همراه شوهرش به سر می‌برد قصه می‌کرد. چند پیش نگهداری میمون در قفس خرد در باغ حیوانات شهر خوجند در شبکه‌های اجتماعی باعث بحث کاربران گردید. برخی از رسانه‌ها از قبل کاربرانشان با گذاشتن نوار از شرایط تنگ نگهداشت حیوانات در باغ نوروزگاه مرکزی ولایت سوخت اظهار نگرانی کردند. مثلا یگانه باغ حیوانات در شمال تاجیکستان از موجودیت کمبود شرایط شکایت دارند، ولی گفتند که میمون فعلا در شرایط خوب نگهداری می شود. فرزان محمدی در پس منظر این سر و صداها به این باغ سیر کرد و گزارش او را تماشا میکنیم. این میمون خرد 4 سال باز در باغ حیوانات شهر خوجند زندگی می کند و یکی از جانورهای جالب تماشاگران است. بنیادگذار باغ میگوید در 4 سال این میمون بار هم بیمار نشده بود، ولی سرمای امسال آن را کمی ناتاب کرد. وقتی که همین سال کم تا هوا خنک شد که سرد شد، این میمونچه ما و سلامتیش خودی انسان برین اینا گریپ شدن. وقتی که بیمار شدن با اجازه دکترهای بایتری ما، دکترهای حیوانی ما، برای سوزاندارو گذراندن، دادن داروهای همین ما رو در قفس معده میگیریم و در جای گرم بعد همون گذراندن سوزانداروها 3 روز در خانه گرم ایستاد. برای می حقیقتا ما داریم نه تنها میمون را، ما در من شیر، تیگر وقتی بیمار میشود قفس‌های مخصوصی داریم که 3 روز در داخلی همه ما نگهداری میکنیم. این یگانه باغ جانوران در حدود ولایت سوخت است و امکان تماشای حیوانات وحشی را در شمال کشور صاحبکار محلی مدینه دولت و 7 سال پیش فراهم کرده است.
و میگوید برای خریدن جانوران و تأسیس باغ از بانک پول قرض گرفت و همچنین در گرد آوردن جانوران نادر دوستان و خویشان و خیرخواهان یاری کردند. هرچند حالا شمار کمی حیوانها در این باغ دیده میشوند، مالکش میگوید بیش از 30 نوع آن را در طول این 7 سال جمع آوری کرده است. ما همه قدر کمبودی داریم که جای زمستان گذرانی نداریم. جای میشد که مایمونچه رو به خانه خود میبرم. ما رو حاضر در خانه خودم ما نگاه بینی میکنیم. ما روی کلان داریم و یا در خانه خودم ما نگاه داری میکنیم. سالهای پیش نیز برای نبود شرایط مساعد قسمی از جانوران را به دیگر منطقه‌های تاجیکستان فرستاده بود. هرچند خرج زمستانه نگاهبین حیوانات نظر به دیگر فصلها خیلی بیشتر است، تماشاگران باغ هم در این موسم خیلی کمند. سیر کنندگان باغ حیوانات میگویند که کم بودن جانوران در این فصل سبب نآمدن آدمان میشوند. ما میخواهیم که در همین شهر خوجند در باغ حیوانات حیوانهای بسیارتر بیارند برای آنکه تماشابینان زیاد شود و آدمها را مقصد حیوان بسیار می شود تماشابینی می بیایند. مدینه دولت و تحصیل کرده آموزشگاه شهر قرشی ازبکستان در این رشته است. او آنجا عائله‌دار شده و همراه شوهرش در سیرک تاشکند به حیث مارباز کار کرده است. بعد گرفتن تجربه او این پیشه را در تاجیکستان ادامه داد. باغ خصوصی او با مبلغ تماشای مردم فعال است. نرخ بلیط درآمد برای کلانسالان 10 و برای کودکان 5 سامانی است. من همیشه آرزو میکنم که اگر کمتر از طرف آدمان خیرخواه، از طرف حکومت شهر خوجند، ولایت سوخت، من همیشه آرزو میکنم که دستگیری کنند در همین شهر خوجند یک زوپارک زمانوی برای مردم خوجند تشکیل کنیم. مثلا ما فرزندامون گرفته به شهر دوشنبه تاشکند یا قرقیزستان نرفته، در خودی همین پارک ما هم آباد شود، آبادی دولت هم آباد شود، هم برای فرزندای ما جدا عجایب می شود. نه ما میترسم. اکثر باغ‌های جانوران در تاجیکستان بارها برای نداشتن شرایط خوب تنقید می شوند. از جمله تماشابینان و ساکنان دوشنبه پیوسته با نشر عکس و نوار از حال جانوران در داخل پنجره‌ها شرایط باغ حیوانات پایتخت را انتقاد می کنند. برخی از این باغ به عنوان زندان جانوران نام میبرند و برخی هم نگهداری جانوران را در چنین شرایط ناممکن میدانند. آنها به زندگی حیوانات را در محیط طبیعی برتری میدهند. سالهاست جانورشناسان برای ساختمان یک باغ نو با معیارهای زمانوی در دوشنبه هم صدا بلند میکنند و این موضوع در جلسه‌های حکومت هم بررسی شده است. کاری که مدینه میخواهد عین آن را در خوجند بکند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. رئیس جمهوری چچنستان رمزان قادیروف پسر 20 ساله‌اش را اجرا کننده وظیفه معاون سروزیر تعیین کرده است. همزمان با این منصب احمد قادیروف مقام وزیر ورزش چچنستان را هم حفظ می‌کند. با گزارش کافکازری علی وزیر سیاست، علاقه بیرونه و مطبوعات احمد دودایف نیز به مقام معاون سروزیر پیشنهاد شده است. رمزان قادیروف با نشر خبر تعیین پسرش به منصب نو در تلگرام نوشت تغییرات خردی کادری گذرانده. در این زمان وی نگفته است تعیین پسرش به منصب بالاتر به وضع سلامتی او که وقتهای اخیر زیاد رسانه‌ای میشوند تا کجا ربط دارد. در رسانه سال نو میلادی رسانه‌ها گزارش دادند که رمزان قادیروف در یکی از بیمارخانه‌های شهر مسکو بستری شده است. این خبر رسما تصدیق نشد. در بخش یک روز تاریخ شما را با آخرین تحولات تاریخی برای امروز 7 ینور خبر می‌دهیم. از 7 ینور سال 2019 بر اساس تغییرات به قانون به قیدگیری دولتی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی، شرکت و کارخانه‌ها در تاجیکستان وظیفه‌دار شدند که
مالکان یا منفعتگیران نهایی خود را آشکار کنند. سال 2013 مرکز تحقیقات تکس جستیس نتورک سرمایه‌های شهروندان تاجیکستان در منطقه‌های آفشور را از 2.5 تا 3.5 میلیارد دلار تخمین کرده بود. بزرگترین مناطق آفشوری در شویساریا، لوکسمبورگ، بریتانیا، آمریکا و سینگاپور واقع بوده. مثلا شرکت پولشینی IRS در جزیره‌های ویرجینیا ثبت نام شده است. 7 ینوری سال 2020 وزارت بهداشت در تاجیکستان دستور داد که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروس نارسایی مسمومیت بدن یا ویچ گذرانند. سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط دادند. این طلبات در حال جاری شد که از 1 ینوری سال 2019 ختنه پسران را در خانه منع کرده این کار را به دوش مؤسسه‌های طبی واگذار کردند. 7 ینوری سال 1950 تولد مقدس نبییو است که یکی از ستاره‌های تابان استرادای تاجیک سالهای 1970 به حساب می رود. او همگی 29 سال عمر دید چون در یک صدمه اتومبیلی جان داد ولی توانست ده‌ها ترانه اجرا کرده و به دل هوادارانش راه یابد. ترانه‌های او نوریمن، شراره خاطره‌ها، باد صبا و دیگرها امروز هم تنها با صدای او بازنشر می‌شوند. بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسیه برابر است به 114 سومانی، 100 یورو به 1086 سومانی و 100 دلار 927 سومانی مقرر شده است. این قرب مقرر نموده بانک ملی است و از بانک‌های تجاری فرق می‌کند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. اخباری از این بیشتر و دوام روز می توانید در صفحه‌های اجتماعی رادیو آزادی در تیک تاک و اینستاگرام و یوتیوب پیدا نمایید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.